أوحى به الله وحيا ففاض نورا وأحيا به الموات فكان الدنيا المرتل عليا دنيا المرتل عليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا فكان الدنيا المرتل عليا دنيا المرتل عليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا بالدمع تتلوه عيني والقلب بات نديا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. و از قرآن آنچه را که شفا و رحمتی برای مؤمنان است نازل می کنیم، ولی بر ستمگران چیزی جز زیان نمی افزاید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادر و خواهر عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم سپاس الله را، حمد و ثنا الله را، الله عز و جل را که به ما و شما فرصت عنایت کرد و باز در مورد مسئولیت های ما با گفتگو و مذاکره می پردازیم. در برنامه گذشته ما در مورد پدر یک شخصیتی که بی‌نظیر است در خانواده، خصوصا جایش، مقامش خیلی برازنده است، نقش خیلی عمده‌ای در تعیین سرنوشت اهل بیت خودش داره. بودن و نبودنش خیلی مهم است. اگر ما یک دو سه جمله‌ای که در بیان پدر در برنامه گذشته گفتیم تکرار کنیم انشالله، به مقام والای پدر هنوزم ما چیزی نگفتیم. یک قهرمان است پدر، قهرمانی که مخفی است و در هر خانه قهرمان است. اگر این قهرمان خودش بشناسه، مسئولیتش درک بکنه و در برابر اهل بیتش مسئولیتش انجام بده، واقعا قهرمان است. قهرمان است که هیچ قهرمانی به مقامش نمیرسه. در یک خانواده کوچک که اگر ما از 3 نفر بگوییم، این قهرمان نقش خیلی مهم و اساسی داره. سنگ تهداب او خانواده است. خانواده که از 3 عنصر است: زن و شوهر و اولاد، مادر و پدر و فرزند، که بالاخره تهداب اصلی اجتماع هم همینا هستند. و مسئولیت پدر، نقش پدر، سنگ در تهداب خانواده، این عنصری که حامی و محافظ اهل بیتش است. در برابر مشکلات از اینا دفاع میکنه، مشکلاتشون حل میکنه.
از بدی ها و از شر و از چیزهایی که به اینا آفت و ضرر میرسونه، اینا رو هوشدار میده، با خبر میسازه و خودش از سپر از این بلاها میگردانه. پدری که سالهای سال در خدمت خانوادیش است تا که میموره، از وقتی که نام پدر کمایی میکنه تا وقتی که چشمکش پت میشه، ای در درد و رنج خانواده ای خودش میسوزه. طبعا هستند مردها، یا نامش پدر نمیگم به خاطر از اینکه پدر یک مقام است، هستند مردهایی که این مقام از دست دادن، نامشان پدر هست ولی او خصوصیت و او خصلت و او مقامی که بر یک پدر است در اونها نیست. اونها بودنشان و نبودنشان در خانه هیچ معلوم نمیشه، حتی بودنشان باعث رنج و عذاب اهل بیت است. خداوند خانه ها را از پدران اصلی، از پدرانی که واقعا پدر هستند خالی نسازه. یک خلای بزرگی حتی در شخصیت های از او خانواده ایجاد میشه اگر پدر مهربان، پدری که واقعا پدر است در خانه نباشه. هیچ کسی هم جایش پر کرده نمیتونه. الله به این شخصیت خیلی ارزش قائل است. اللهی که ما را خلق کرد، ما را برای عبادت خودش خلق کرد. ببینیم احسان به پدر و مادر الله بعد از عبادت خودش برای بچه ها، برای اولادها دستور میده. اعوذ بالله و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. این پدر الله ازش دفاع میکنه، الله ازشان حمایت میکنه در برابر بچه ها. بچه ها اگر حق پدر ادا کرده نتونن، با پدر رسیدگی نکنن، پدر احترام و عزت نکنن، دل پدر به دست نیارن، رضایت پدر به دست نیارن، الله از اونها راضی نمیشه. اگر پدر اولادش بگوید دیگه اولاد من نیستی، یا آزارش بده، دلکش درد کنه، آزرده شوه از فرزندش، او فرزند دیگه روی خوبی رو نمیبینه. بنان پدرای عزیز، مسئولیت شما همونطور که مقامتان بلند است، مسئولیتتان خیلی بزرگ است. شما در خانه یک اطمینان هستین، اعتماد هستین. بودن شما باعث از این میشه که اهل بیت شما دلشان جمع باشه، پشتشان ده یک کوه هست، مثل که پدر هست، غمخور هست. بعضا صبح تا شام جان میکنه یک لقمه نان حلال بیاره برای فرزندای خودش، برای خانم خودش. بنابراین پدر عزیز باید مقام و منزلت را حفظ کنی. نشه خداوند این مقامه که برای شما داده از شما نگیره. رسول الله صلی الله علیه وسلم شما را مسئول خانواده حساب میکنه. هر نابسامانی که در خانه پیدا شود و شما در او خانه اگر هستین، شما را رسول الله مسئول میدانه صلی الله علیه وسلم. شما را بعض وقتا چوپان میگه که از رعیتتان باید با خبر باشید. اونا را همه در اختیار شما قرار میده. اما تو که نیکنامی هایش به شما میرسه، خدای ناخواسته بدی هایش هم به شما میرسه. پدری که خانواده محتاج مشوریش هستند، در امورشان میخواین اونا پدرشان مداخله کرده باشه، اونا رو راهنمایی بکنه. اولادها انتظار هستند، زن و فرزند انتظار یک نصیحتی از پدر هستند.
در حالی که بعض وقت ازش میترسن. ترسشان به این نیست که او میای میزند جرح میکنه یا خدای نخواسته لطوکوب و تحقیر و توهین میکنه. نه خیر، محبت دارن، دوستش دارن، نمیخواین از پیششون آزرده شود. خوشا به حال او پدر که اولادها نه از خاطر ترس بلکه از خاطر که دوستش دارن نمیخواین آزرده شود، نمیخواین که گرفته شود از پیششون. پس به این ترتیب پدر عزیز، اگر میخواهی که یک پدر نیک نام باشی، یک پدری که از تو به نیکی یاد شود، اگر زنده باشی اگر زنده نباشی به نام نیک ازت یاد شود، همیشه از در حق دعای خیر اولادت باشه. خود توجه بکن. یک پدر خوب با اولادش چه رقم رابطه برقرار کنه، چطور رابطه داشته باشه؟ نکته بسیار مهم و اساسی را در بین فرزند و پدر اگر نامش رابطه بانیم، اولش احترام اولادش است. اولادش محترم بشماره، به او یک شخصیت قائل شود ولو کوچک است. اگر کوچک است امروز، فردا بزرگ است، فردا در منصب پدری میشینه. با اولادش دلچسبی داشته باشه، پدر علاقمند اولادش باشه، دوستش داشته باشه، به حرفایش آماده شنیدن باشه. اگر فرزندش صحبت میخواه بکنه متوجه باشه، بفرما بگو چی میخواستی و درکش کنه. این 4 مطلب اساس برقرار کردن رابطه خوب و حسنه بین پدر و فرزند است. احترام داشته باشه، برای شخصیت قائل شود، علاقه و دلچسبی برش داشته باشه، نه تنها من حیث یک مسئولی که باید سر و وضعش درست کنه و یک لقمه نان برش بیاره. نه خیر، برای فرداهایش فکر میکنه که شخصیت محترمه در جامعه باشه، شخصیت دانشمند باشه، شخصیت باشه که کمبود احساس کنن اگر در جامعه نباشه، برش علاقه داشته باشه و که من فرزند من فردا یک عضو فعال و صالح و خیررسان جامعه شود. و همینطور شنوندی خوب برش باشه، در پهلوی که شنونده است درکش کنه که چی میخواه به چی بگویه، منظورش چی هست، تنها بشنوه و نفهمه که چی میگه. نه خیر. وقتی این 4 مطلب پدر تهداب رابطه خودش با فرزندش قرار داد، موفق میشه، نقش خود در تربیت اولادش بازی میکنه. طبعا ما وقتی با اولاد ما میگیم احترام قائل شویم، برایش زمینه سازی بکنیم که رشد بکنه، به تعالی و به مقام بلند میخواهیم برسه. رشد فکریش است، رشد اخلاقیش است، رشد جسمیش است. پرورش میدیم، بله، تربیه میکنیم، بله، دلسوزش هستیم. او درک کنه که ما شنونده هستیم، برش گپش میشنویم. او را درک کنه که ما برش علاقه داریم. بعض وقتا طفلک‌ها میاین بسیار با محبت طرف پدرش میایه، پدرش یک کار می داشته باشه، نمیخواد که وقتی را در آغوش خود بگیره، یک کار میکنه که یک دلکش میشکنه،
پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در منبر صحبت میکردن. حسن و حسین رضی الله عنهما دویده خرد تفلکا هستن، از پیش مادرشان آمدن دیدن بابایشان، در مسجد داخل شدن، رسول الله صلی الله علیه و سلم در منبر صحبت میکردن، آمدن دویده طرف بابا. پیامبر خدا از منبر پایان شدن. درس است، نه برای پدرها درس است که تفلکا با یک امیدی و یک شوقی آمدن طرف بابای مبارک صلی الله علیه وسلم، پایان شدن و کار در آغوششان گرفتن. بچه که ما میخوای بابا جان یک چیزی میگم پسش میگم تیلش میکنیم، خود ما در یک چیز مشغول هستیم. اون که ایران بازی طرف میاد، باز طرف میاد، باز میبینه که نه دیگه شنونده کسی نیست. چقدر سخت است. فکر نکن اشتوک است. مشکل ما همی است که طفلا را میگیم خرد هستن، نمیفهمن چیز را، اول وقتش نیست، در حالی که هم وقتش است. همی که پسر اگر یا دختر از پدرش ترسید که میزنه یا قهر میشه، وقت پدر ناکام است. اولاد اگر یک کار خطایی میکنه، از اینکه پدرش حال متوجه میشه، این بشرمه، حیا کنه، نه اینکه بترسه کالی را میزنه، از عمل خودش خجالت بکشه که من چی کار خراب کردم، حال پدرم متوجه شود، پدرم بفهمه، به من عیب است، به من شرم است. پدر هیچ دست بالا نکرده، پیشانی ترش نکرده، دشنام نداده، اما پدر است، مقام پدریش است، با اولادش اما تو رابطه داره که او اولاد دیگه حال برش ننگ است، شرم است که یک کار خراب از پیشش سر زده، که پدر با خبر شود. ولی هستن اولادایی که میترسن که حال اگه پدرش خبر شود تکت تکیش میکنه، بندیش میکنه، میزنیش، مشکنانه دستش پایشه. نعوذ بالله. او اولادک شما بود، طور دلکتان شد گره تکت تکه کنی و میکنن، میزنن. ما یک همسایه داشتیم، مال یادشان بخیر، اگر زنده باشن، اگر فوت کرده باشه خدا بیامرزش، سیم داشت در خانه، سیم تودادگی میموند. بچه ها یک کار خراب ازشان میره، بچه ها هستن، شوخ هستن، بچگی از بچگی شوخی می داشته باشه، طفولیت هست. او یک کار شوخی میکردن، یک شومی میکردن، یک چیزی را خراب میکردن، بازون مو قمچین بود که سیم تو داده بود، تو میداد و مانده بود، چنان میزد که او کبود میشد، جانکایشان هم تو رده های او قمچین یا او شلاق میماند. مونا باز از ترس از اینکه لط نخورن، دشنام نشنون، کار را که انجام شده بود باز یا میگریختن یا پوت میکردن یا دروغ میگفتن، یک چیزایی میگفتن. چقدر عیب است که پسر از خاطر از ترس پدرش باز دروغ بگویه. بعض وقتا یکان گپ را که میخواه بزنه، فکر میکنه که یک گپ نادرست باشه یا یک گپی باشه که پدرش خوشش نبیه، بازور دو نزنه، دشنام نزنه، نمیگه. شاید اگر شما همی زمینه رو برای شما ساعد نکرده باشین، طبعا میترس از شما. بگذارین اگر یک صحبت کرد که صحبت نادرست بود، شما رو پسندتان نشد، خواهم رو صحبت صلاح کنیم که بچه گله می رقم گپ نزن، یا می حرفی که زدی، یا می مشوری که کردی، یا می صحبت که کردی، یا می صحبت تو درست نبود. درستش اینی است که بچه را قانی بسازین، پدر جان راست گپ شما صحیح است. اگر چانس ندادینشه، او دیگه نمیتونه گپ بزنه، گپ خوبش هم دیگه زده نمیتونه بر شما. اگر بخوای یک چیزی رو بر شما بگه یا شما مجبورش کنین گپ بزنه، باز دروغ بگه بر شما.
چرا میترسه که گپ سعید زد ممکن است در سر پدر بد بخوره لطو کوب شود. این وقت شما خود رو وادار کردین که یا شما پت کنه یا اگر بگویم دروغ بگویم. بچه شما هر وقت ضرورت به راهنمایی شما داره. اگر شما رابطه را درست نگاه کنید با اون 4 نقطه که من یاد کردم که احترامش هم میکردین، خدا ناخواسته احساس نکنه که شما رو تحقیر میکنین، توهین میکنین، احترام میکنین، دارین، دوستش دارین، علاقتون رو برش نشان میدین، میشنوین، شنونده خوب هستین، درکش میکنین. وقتی که از این نقطه حرکت کردین این انتظار داره که یک راهنمایش هستین. شما هر کاری که کنه پیش از اینکه کار انجام بده از شما مشوره میگیره. او باز خوشبختی بچه شما هست که بعد از اینکه مشوره شما رو میگیره اشتباهش کم میشه، کار را که انجام میده شما را بوده و کار خود شریک میکنه، نظر شما را میگیره. شما باید در خانه یک قاعده و قانون وضع بکنید، یک نظام باشه، یک دیسیپلین باشه که بچه ها دخترها بفهمن، اعضای فامیل بفهمن که اینی کارا در این خانه جایز است، اینا جایز نیست، این کارا مورد تایید است، این کارا مورد تایید نیست، این کارا خوب است، این کارا بد است. در خانه یک نظام است. باید او را شما اول خودتان مراعات کنین، پیرویش بکنین، بعد از او اعضای فامیل. هیچ کسی حق نداشته باشه که قانون را که وضع شده در خانه او بشکنه. اولش خود شما. اگر گفتین مثلا که ما چای صبح ساعت 6 صبح چای صبح نوش جان میکنیم، باید کلگی سر ساعت 6 سر دسترخوان باشه. یک نظم است، یک نظام است. اگر گفتین که ساعت 6 شام آخرین وقتی است که اعضای خانواده باید داخل خانه باشه، بیرون نباشه کسی. طبعا اینا رو شما از نظر عقل و منطق و کاری که هست، درسی که بچه ها میخوان، در بیرون مشغولیت هایی که دارن، اینا رو شما میفهمین. آخرین ساعتی که باید داخل خانه باشن مثلا ساعت 6 شام است. کسی حق نداره که 5 دقیقه از شام بگذره در خانه بیایه. و ایره شما با مشوره از اونا، با رضایت از اونا این قانون وضع کردین. شما طرح کردین، بچه ها خام هستن، تجربه ندارن، شما تجربه دارین، علم شما از اونا بیشتر است، فهم شما بیشتر است، تجربیتون بیشتر است، شما برشون پیشنهاد میکنین. بچه های من از این بعد ما این قانون اگر مراعات کنیم با شما بسیار کارهای خوب کردن میتونیم. آخرین ساعتی که برنامه تلویزیون ما میبینیم مثلا ساعت 9 شام است. از 9 شب به بعد تلویزیون ها باید خاموش باشه. باز وقت خود شما میکاره کنیم. اگر نیک بعد از ساعت 9 کدام برنامه خاصی است که شما او را میخواین ببینین، برشان بگوین که این برنامه خاص است. باز بر از اونها یک برنامه خاص بدین. مثلا شما میتونین که فیلم ها یا سریال هایی را که به درد خور است، از نظر دینی است، از نظر اخلاقی است، از نظر علم است، تاریخ است، یک چیزی هست که به درد میخوره، شما به اونا میگین. بعضی چیزهای تفریحی است، بچه ها خوش دارن یک چیزم ببینن که شاد باشن، با نشاط باشن. بازی های خاص خود بچه ها دارن، سپورت میکنن، یک کارایی میکنن. برای اینا شما برنامه بریسید. او وقت است که شما میفهمین که ساعت چند کی در کجا باشه. بچه ها را میفهمین که کدام ساعت است. میاله بچه ها کجا هستن؟ بله مکتب است، یکیش در راه مکتب است، یکیش در خانه رسیده. بچه ها میفهمن که حالا ساعت فلان پدر ما خانه آمده.
مادر چی کار میکنه؟ در این ساعت مادر در آشپزخانه است، یا مادر استراحت کرده، زله شده مانده شده، یک چای بر خودش دم کرده، چای نوش جان میکنه. شما بعضی وقتا بچه ها خواسته های زیادی می داشته باشن. اگر شما تمام خواسته هایشان رو برآورده بکنید، اونا سیر نمیشن، باز دیگه چیز میخواین. عادت بچه ها همینطور است، دختر و پسر هر کدامش. وقتی میبینه که یک کسی هیچ نی نمیگه، گفته میره. حق و ناقر چیزی که خوش شود گفته میره. شما چیزهایی که معقول است، چیزهایی که با درد خورش است، اونایی شرط نکنید. الا که در توان شما نباشه. در توانتان نبود، عذرتان پیش کنید که بچیم اولادم من این میال اینمی گپ تو را نمیتونم که عملی کنم، این خواسته دو بر من دشوار است. او وقت است که پسر دختر قانی میشه که پدرم امی کار آل کردن نمیتونه. به خاطر اونا هم میره متوجه میباشن که همه خواسته هایشان مشروع و نامشروع، خوب خراب برآورده نمیشه. خواسته های خوبشان برآورده میشه، خواسته هایی که به عقل و منطق برابر باشه. شما پدر مهربان از جزا دادنهای جسمی و روحی، خدا نخواسته زدن یا دشنام دادن، سخت اجتناب کنید. خود زدن این یک شخصیت از بین بردن است، شخصیت خرد کردن است. یک انسان در برابر یک انسان مثل پدرش است، برادر کلانش است، خواهر کلانش، مادرش، هر کسی که است یک حقدارش است که رو تنبیه بکنه. اما با زدن آخرین علاج باشه، نه اینکه اولین علاج باشه. ما در مکتب هم لت خوردیم، در مسجد هم لت خوردیم، در خانه هم لت خوردیم، در هر جای لت خوردیم. سبحان الله، ما موجود لت خور بودیم. نظامی که حاکم بود در اجتماع ما یا کلتور و عنعنه ما، فرهنگ ما، قسمی بود که خشونت بود سر تا پای. قربانی های خشونت ها چی کسایی؟ همین جلادای آدمکش، همین ظالمایی که در تاریخ ما تیر شدن و هنوز هم یک گدیش هستن، همینا رو شما یک دفعه از درون خانه هایشان خبر بگیرین که اینا چه رقم کلان شدن. سبحان الله. به او خاطر این زدن به نفع شما هم نیست، به نفع اولادتان هم نیست. خودتان هم زله میسازین، اولادتان بی ادب و بی تربیه میسازین. یک وقت یک خیش های ما بود، اولادکایش شور میخورد، طرف میزد، یا در زیر زناقش میزد، یا در پشت کلیش میزد، یا در تلیش میکرد، جوان مرگ شوی، فلان شوی. یک پیچه سفید دیگه بود، میگو بچیم نکو، اینو باز جانشان سخت میشه، باز دیگه در زدن این قسم زدنتان باز نمیکنن. با نمیفهمید اون وقت که چی مانا جانش سخت میشه. یعنی او کلت میخورد یا پسگردنی میخورد، عادتش میشد. دیگه در پشت پسگردنی او دیگه اصلاح نمیشد. او را باید که کت لغت میزد، یا کت یک سنگ میزد، یا کت یک تفنگ میزدش. به این خاطر گپ خوبش، گپ شیرین بسیار که دیدین که نمیشه، یک دقیقه پیشانیتان ترش کنین. بچه من از پیشت خفه میشم، آزرده ساختی، نمیکنی گپ من، تو خیر و شرت نمیفهمی، من مجبور میشم که تو را جنگ کنم، قال مقالم برای سرت. بعض وقتا میبینی که دیگه طرفدار قال مقال تا نیست، نه نگه مادر جان یا پدر جان، فهمیدم. به این خاطر بزرگای ما
مربیای واقعی ما اینا از زدن و از دشنام دادن و توهین و چی روحی باشه چی جسمی باشه سخت اینا منع میکردن که نکنین این کارا. بیاییم بریم به میان برنامه باز دوباره صحبت دوام میدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جوانی طاعت چندان نکردم ای خدا، طاعت شایسته رحمان نکردم ای خدا. در جوانی طاعت شایسته ام مشکل نبود، مشکل خود را چرا آسان نکردم ای خدا. با پدر نااهل بودم از غرور جاهلی، با برادر شفقت و احسان نکردم ای خدا. نه طواف کعبه و نه خدمت صاحب دلان، هیچ الطافی به درویشان نکردم ای خدا. در قیام و در رکوع، در سجود و در قنوت، یاد حشر و نام و میزان نکردم ای خدا. ای خدا ای خدا. در جوانی طاعت چندان نکردم ای خدا، طاعت شایسته رحمان نکردم ای خدا. در جوانی طاعت شایسته ام مشکل نبود. أوحى به الله وحيا ففاض نورا وأحيا به الموات فكان الدنيا المراد عليا. بسم الله الرحمن الرحیم. خواهر و برادر ارجمند و عزیز، پدر بودن آسان نیست. همونطور که شما در نفقه اولادتان، زن و فرزندتان کوشش میکنین، عرق ریزی میکنین، اگر بگویم خود دعو آتش میزنیم من حیث پدر که یک لقمه نان حلال ببریم برای زن و فرزند ما. بعد از این دیگه کارهایی که از بگردن شما پدرها یا ما پدرها خیلی دشوار چیزا هست، اونا رو باید که انجام بدیم. چطور کنیم؟ چاره نداریم. میخواهیم که فردا اولاد ما خوشبخت باشه، سعادتمند باشه. خب کوشش کنیم، تلاش کنیم. همونطور که پشت یک لقمه نان حلال میدویم،
پشتی کارهای دیگه هم بدویم. آسان نیست. او کسایی که راه را یافتن، حالا یک کار و بار خودشان سرش نکردن، 6 تا همون کار انجام میتن، شام مزدش هم میگیرن میرن به خانهشان. کارشان چرخش لول خورده، برای افتیده. اگر این کارم کردیم که رابطه درست برقرار کردیم که اولاد ما از این آغاز کار، باز آرام می باشیم، دیگه جگر خونی نمی داشته باشیم. همین چند سبایی که زنده هستیم امیر به خوشی سپری میکنیم. در این شب و روز چقدر خانواده ها درگیر هستند، به خاطر بسیار چیزای بیهوده و پیش پای افتاده درگیر میشن. فرزند در خانه پدرش درست تربیه نشده، از نظر اخلاقی شاید بچه خوب باشه، نمازخوان باشه، ولی بسیار نزاکت هایی که در خانه باید مراعات کنه او را از خانه پدرش نگرفته. حال خودش در مقام پدری رسیده، خانه جور کرده، زن کرده، حال امروز صبا صاحب اولاد میشه. بعضشان اولاد دارن اما ناکام هستن، پدر موفق نیستن، شوهر موفق نیستن. سر یک چیز بسیار عادی کشمکش میکنن. چرا؟ در خانه ای کارا شده، راه حلش پدرش در خانه نداشته، با مادرش همیشه درگیر بوده و این فرزند در اموت یک خانه، در اموت یک فضا کلان شده. میگن که خوی و خلق یا به ارتباط دیگه بگویم، میگن فرزند آینه پدر و مادرش است. خوی و خلقی که پدر و مادر داره در فرزندش تجلی میکنه. بعضی چیزاست که پدر و مادر رو خوش ندارن ولی در اخلاقشان از اولادشان میبینن که اولادش همونطور شده، نمیفهمه که او از مادرش گرفته، از پدرش گرفته. پس این خیلی مهم بوده. شما وقتی که فرزند تان متوجه هستین که چه قسم کلان شوه، خودتان نمونه هستین، همراه مادرش بسیار رویه دوستانه دارین، بعد از اولادایتان هم دوست دارین. پس این اولادتان وقتی که فردا صاحب خانه و کاشانی میشه، عین شما مثل اول کت مادر خودش، کت خانمش رویه بسیار حسنه می داشته، اخلاق بسیار نیکو می داشته باشه، درگیر نمیشه کت از او. فردا اولادایی که به خدا برشان میده، اولادا هم مرقم مثل که شما تربیه کرد او هم تربیه میکنه. دیروز پریروز هر روز یک کسی شکوه میکنه، یا تلفن میکنه یا شخصا به دفتر میآید. دیروز کسی گفت که ما در خانه چای صبح بود، شوهر من رخصت بود، گفتم چای صبح یک جای میخوریم؟ گفت میخوریم. جور کردم چای صبح، ای مشغول بود کدام کار در اتاق خودش، 2 3 بار صدا کردم میایم، گفت نامد. نیم ساعت گذشت، رفتم گفتم چای یخ میکنه، میایم. گفت خب آمدم دستر خانش 2 لقمه را شروع کردم که آمد. یک بار قهر کرد که تو شروع کردی وقت بگو مگو کردیم. میگه بعد از این من گفت که دیگه کارت ندارم. سبحان الله، به خاطر چای تقصیر هم از خودش اگه میگه راست باشه. یعنی بالاتر از چای دیگه چیز نبوده. چای یک جای میخوردن یا جدا میخوردن یا در وقتش نخوردن یا یک نزاکت شد. این سبب شد کل خانه را آدم خراب کنه. این پس پسر همون یک پدر است که در همون خانه این متر نزاکت ها همیشه بوده. سر چای جنگ بوده، چای تلخ بوده، چای شیرین بوده، چای بیرنگ بوده، چای ناوقت آمده، چای وقت آمده. سبحان الله. اگر یک گناه کبیره در او خانه رخ بده، خیلی با کشتن دست دراز میکنیم. پس اولاد آینه پدرش بوده، آینه مادرش بوده. چقدر ناپسند است. شما وقتی اولاد دارین، با اولادتان رفیق نباشین.
پیش از اینکه رفیق باشین امرایش رابطه رفیقانه داشته باشین، ولی پدرش باشین، رفیقش نباشین. شما مقامتون بالاتر از رفیق است. آدم به رفیقش شاید که وابسته نباشه، بعض وقت در بین رفیقا بگو مگو میشه، اما در وقت در بین پدر و پسر، شما رو به خدا یک پدری که پدر باشه، یک اولادی که اولاد باشه که پدرش بگو مگو میکنه. بعض وقتا پدرها یک شطارت میکنن، یک ذره تندخوی هستن، اما ما اولاده که سرکش پایان از خم است نمیکنه بالا سرکشه که پدرم است. هیچ کسی او رو طعنه نمیتن که پدرش سرش غال مغال کرده باشه. قبول داره کلگی که پدرش بوده، اما اگه یک دوستش سرش داد بزنه، چی رقم دوست است میگه تو از او چی کم هستی؟ به این خاطر روابط رفیقانه باشه، دوستانه باشه، اما مقام پدری حفظ شود. بعض وقتا انسان از رفیقش دلسرد میشه، رفیقش ترک میکنه، اما پدرش ترک کنه میتونه؟ پدر اولادش ترک کنه میتونه؟ یک وقت احساساتی میشن، جهل است، میکنن نکنه، پشیمان میشن، هر دوشان پشیمان میشن. پس بعض فامیلا هستن به قول مود روز است، روشن فکر هستن، فامیلای مدرن هستن، اروپا را آمدن رفتن کش میکنن، اکتای اروپایی کنن. ما میگه که اولادای ما رفیق وارستیم، مقام مادری مقام پدری از بین رفته، اونا رفیقش هستن. بعضی کارهایی میکنن که مادرها باز خجالت میکشن، پدرها باز رنج میبرن که اولادش با او اینطور گستاخ شده، اینطور گپایی زدش، رفیقش هست. رابطه دوستانه باشه، رفیقانه باشه، اما مقام هر کدام در جایش حفظ باشه. تو بچه من هستی، من پدرت هستم. بچه میاد دستای پدرش بوسه میکنه، پیشانی پدرش بوسه میکنه، جایی که پدرش اشته باشه پای خود دراز نمیکنه طرف پدرش، اما امرای رفیقش بازو نیست. بعضی پدرها میگن به بچه ما را شما نگوین، تو بگوین. اینا مدرنا هستن، روشن فکرها هستن، احترام خودش با دستش خراب میکنه. ولی شاید که پسر یا دختر به رفیق اونقدر احتیاج نداشته، به پدرش احتیاج داره، به مادرش احتیاج داره، ضرورت داره به پدر و مادر اولاد. او یک سرپوش از سایه هست، یک چتری هست، از باران، از آفتاب او را محافظه میکنه، از حوادث روزگار او را در آغوش خودش میگیره. بنابراین به پدر و مادر اولاد ضرورت داره. این ضرورت از پیشش هیچ وقت نگیرین. شما اینطور ذهنیت ندین که او شما را خدا نخواسته در جای رفیق خود قرار بده. اما روابط شما دوستانه و صمیمانه و رفیقانه باشه، بتونه با جرأت بیه بر شما گپ خود بزنه، در مقام مادری و پدریتان بی‌ادبی نکنه، بی احترامی نکنه، یک همسال خودش شما را فکر نکنه، یا یک همسن از خودش که در خورتر یک سال کلانتر فکر نکنه. پدرش هستین، شما قبلگاهش هستین. در کامیابی هایش، در موفقیت هایش شما خودتان شریک بسازید. او احساس کنه که می توجه پدرم بود که من کامیاب شدم، موفق شدم در این کار خودم، در این تجربه‌ای که پیش رویم داشتم، در به دعای پدرم، به کمک پدرم، به مشوره پدرم من موفق شدم.
و شما وابستگی خودش اعلان میکنه، نیازمندیش به شما اعلان میکنه. بعض وقتا ما کوشش میکنیم بچهای ما را که مقایسه کنیم که یک بچه لایق دیگه، که یک بچه خوب دیگه. سعی کو از او یاد بگی، او رنج ببر از این گپ، او خوشش نمیاد از این گپ. شما غیر مستقیم او را کم میزنین که از تو که او بهتر است. این اگر راستی درک کردین که او بچه از این که بهتر است، چی خلا داشته پسر شما دختر شما که نمرهش از او که پایان است یا از او که به یک درجه پایان تر است؟ چی مشکل است که او خلا را پر کنید شما، نه اینکه او را از اون حالت که فعلا داره او را خرابتر کنید. خدا نخواسته. بعض وقتا امی عادت ما هست. بی بچه فلانی دکتر شده، شما دکاندار هستید. سبحان الله. چرا ایت شده؟ کی توجه نکرده؟ به هر ترتیب بچه ها احساس کمی نکنند در خودشان. شما رشد بدینشان، خلاهایشان را پر کنید. بعض وقتا شما پدرای مهربان، پدرای عزیز، که بچه هایتان عناد میکنین، لج میکنین، شق میکنین، یک حرف شما را او نشنیده اصرار میکنین که باید این حرف شما را او انجام بده، باید میخواستی شما برآورده شود، یا او یک بیعقلی کرده، یک خطایی کرده، امرایش سخت برداشتین که تو دیگه بسیار یک گناهی کردی که قابل بخشش نیست، جبران پذیر نیست. از این غافل نشین که اگر او هم شق کرد، این خود تکرار کردین اما تو میشه دیگه. آینه شماست. گلگی نکنین، از خودتان بدانین شما حق و ناحق شق کردین، عناد کردین، سختی کردین کردش، نفس کشیدن نماندینش، آخر به تنگ میشه، آخر شق میکنه، او هم لج میکنه، ضد میکنه. وقت چیکار میکنین؟ شما حال زورآور هستین، شما پدر هستین، میتونین یک چیزی انجام بدین. باز دیگه منع میکنین از بسیار کارا او. اگر دیگه دفعه دیدم دستمش کنم، اگر این کار کرده بودی تو میکنم، اگر این کار کردی 100 تا قید و بند بسته میکنین، خانه را برش دوزخ جور میکنین. چه کار میکنه؟ میگریزه از پیشتون، دیگه دلچسبی با شما نمیداشته باشه، با خانه دیگه دلش سرد میشه. خصوصا باز اگر یک دفعه دست و پایش واس شد، دو سن و سال رسید که میتونه از چنگتون بگریزه. اگر دو حالت نباشه خب دل سردی میکنه. ببینین که در مکتبم چندان پابند نیست دیگه، شوقش از مکتبم خراب میشه، پای گریز است، سرد سرخان میایه نمیایه، بهانه میکنه، رنگ برتون. باز وقت شما چی چاره دارین؟ میزنین. یک وقت یک پدرش شکایت میکرد از بچهش که بچه ما صنف 10 مکتب است، با یک دختر همسنفی خودش آشنا شده. من خبر نداشتم، آلده روزا که دختر خانه گرفته میاره. من 2 تا 3 تا بچه و دختر کلان دیگه هم دارم. میترسم که این اخلاقش سر بچه دیگه و دختر من تاثیر نکنه. چی کار کنم؟ واقعا رنج میده. در کلتور ما نیست. خواه یک بچه جوان، یک دختر جوان بیگانه صنفی ها هستن، یک جای میگردن، میشینن، میخیزن، اتاق میرن، آل خانه آمده. سابقا بچه های مکتب صنفی های بچه ها رو میاردن، دخترها همراه خورخونده هایشان میامدن. اینطور نبود که بچه کت دختر بیاید، دختر کت بچه بیاید. ولی در اینجا یک پا عادی است، جز کلتور عنعنه است. من گفتم شما کجا بودین اینقدر وقت؟
شما بچه دقت نکردین که کجا میره پسرتون، چی وقت مکتب میره، چی وقت از مکتب میآید، با کیا سر و کار داره، اینا را کدام روز رفتین تا دانو دروازه مکتب رفتین دیدین که بچه چی وقت رخصت میشه، یا پرسان کردین بچه گلیم تو هم تقسیم اوقات برای ما نشان بده، ساعت چند درست شروع میشه، چند از مکتب خلاص میشی، از مکتب تا خانه چقدر فاصله هست. او وقت بر شما این گپ مهم نیست، حالا که گپ از گپ گذشت حالا چی کار کرده میتونی. و خودش هم میگه که من میترسم اگه یک چیز سخت بگویمش پلیس هم میگه، اگه بزنمش میره از پیشم، هم خودش راه حل برش پیشنهاد میکنه و هم ممانعت میکنه. اگه چیز سخت بگویم میگه پلیس میگه، یعنی که نمیتونم سختم گفته، اگه بزنمش میره از پیشم، یعنی که نمیزنم، زدم نمیتونم. هی چی کار میکنی؟ این مرض خساری است. دیگر روز بچه خورتر برادر خورترش هم میگه وقتی که پدر این بچه کلان خود چیزی نمیگه، خب مام جان دارم، مام نفس دارم، مام آدم هستم، مام رفیق دارم. خدا نخواسته دیگر روز باز بیبیگه کای ما کار بکنه. گرچه در کلتور سبحان الله، گرچه از کلتور اصلی ما نیست، کلتور است که از بیرون آمده، کلتور ما را خراب کرده. اگر که بچه ما گناه کرد، بچه ما کدام کسی ناباب گشت گذار کرد، بر از او قدر عیب نیست که خدا نخواسته یک دختره که ما با یک بچه خنده کرده باشه یا یک کسی یک چیزی برش گفته باشه، دنیا قیامت میشه. چرا؟ این دختری کار کرده، نامکش بد میشه، دیگه خواستگارم برش نمه. اگر بچه ما نعوذ بالله که دخترها رابطه بسیار پیشرفته هم داشته باشه، چون بچه هستن میگه پروا نداره. بر ترتیب ما که بچه های ما رابطه دوستانه داشته باشیم، رابطه واضح و آشکار داشته باشیم که به ما اعتماد کنن، گپای دل خود بزنن، پت نکنن از ما. این به رابطه خود ما تعلق میگیره. و چطور تانستیم با بچه چی رابطه دارم با بچه؟ آیا رابطه من روی 4 تا اساس استوار هست که من احترام برش دارم، علاقمندش هستم، دوستش دارم، سر آینده های شکر میکنم، و یکی شنونده حرفایش هستم، آیا درکش کرده میتونم؟ دی 4 بند اگر ما رابطه ما استوار شده باشه، باز بچه ما به ما همه گپای خود میگه، ما یک اطمینان خاطرش هستیم، ما یک معتمدش هستیم. بعض وقتا پدر عزیز جای خالی تو، جای خالی که میگم شما هستین جایتان خالی است. این گپ چند بار در بسیار جاها تکرار میکنم. بچه های یتیم پدردار چقدر سخت است. پدرش زنده است اما خودش یتیم است، یعنی پدر در زندگیش نیست، پدر بالای سرش نیست، سرپرستیش نداره، غمخوریش نداره، من حیث یک مخلوق، من حیث یک نفر در خانه هست. ای جای خالی پدر در منزل بسیار سهمناک است، اگر بگویم وحشتناک است. یک جایی که خالی از انسان باشه، انسان ها در اوجه نباشن، جنا باشن، حیوانات باشن. او میگه شهر مرداست، در اینجا زنده ها نیستن. در خانی که پدر نباشه او خانه مثل خانی مرده هاست، در حالی که در اونجا زنده ها هستن. سبحان الله، مقام خودت پدر چقدر وزن داره، چقدر مهم است.
آیا خودت هم تو فکر میکنی که تو جایت هم قدر مهم است؟ این باید درک کنی. یک دقیقه تو نباشه اهل بیت یک کلان یک چیز خدا گم کردن، سراسیمه هستن، بر خطا هستن. چه شد پدر؟ کجاست پدر؟ این جای خالی بعض وقتا همیست که خود پدر سهم نداره در زندگی اهل بیتش، مطرح نیست، اونا رو به حال خودشان گذاشته، خودش در زندگی خود است. بعض وقتا از طلاق میکنن، پدر از زندگی زن و فرزند میبراید. بعض وقتا حوادثی که امروزا هست ببخشید، بسم الله، گم میشن. چقدر جوان ها گم شدن، چقدر پدر ها گم شدن، کشته شدن، لادرک هستن. در وقتایی که امین و ترکی کودتا کردن چقدر جوان ها گم شد، لادرک شدن. اکثرشان صاحب خانه و اولاد بودن، زن و فرزند داشتن. حالی هم همین جنایت ها جریان داره. در سوریه چقدر جوان ها گم هستن، چقدر پدر ها نیستن. حالا زن ها هم بیچاره در زندان ها پر شدن، دخترهای جوان بردن. این امت بی صاحب شده. حال ما درد ما در درون خانه است. یک خانگاه که اگر یک نفرش نباشه کو سرپرست است. حال امت بی سرپرست است. هر کدام ما رو در هر جای گرفتن، کشتن، خوردن، پوست کردن، چور کردن، چپاول کردن میکنن. حال این داخل پدر یا گم شده یا از زن و فرزندش جدا شده، طلاق کرده، یا به هر وسیله دیگه که هست که نیست، در خانه نیست. جای خالی پدر در جمله ضررهایی که میرسانه برای اهل بیتش دو تا مشکل کلان بار میاره که عاقبت بسیار ببخشید عاقبت خیلی رقت بار است. بیاین یک میان برنامه ببینیم. ببخشید تا دقایق چند انشاءالله باز میگردیم. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من عبد الله خان أسلم، محر صلاة طاجكستان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا
سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحیم. خواهر و برادر عزیز، بخش آخری برنامه امروز ما هست. امیدوارستم که تلفن ها هم فعال شده باشه، شما هم صدای گرمتونه به گوش ما و به گوش شنونده ها برسانین. چیزایی که در این حرفای ما کم و زیاد میکنین شما هم صحبت کنین. در رابطه با پدر صحبت میکنیم. کسایی که مسئولیت خود درک کردن پدر هستن، اینا در تعیین سرنوشت جامعه، حتی در تعیین سرنوشت افراد کاری یک جامعه، اینا مسئولیت احساس باید بکنن. اگر پدر و مادر موفق شدن اولاد خوب تربیت کردن، خوشابالشون. نبودن پدر در خانه، جای خالی پدر به هر سبب و وسیله که باشه، اگر بی‌تفاوتی است در برابر اعضای فامیل که هم جایش خالی است، اگر جدا شده از فامیلش، جدایی بوده، این هم یک خلا هست. اگر گم شده، به سرنوشت از معلوم نیست، باز هم جایش خالی است در خانه. یا هر سبب و علتی که داشته باشه، نبودن پدر در خانه دو تا در پهلوی بسیار مشکلاتی که ایجاد میکنن در خانه، دو تا نتیجه یا عاقبت خیلی رقتباره به وجود میاره. خصوصا سر اولاد خصوصا اگر پسر است، این اولاد لاابالی کلان میشه. این اولاد اگر بگوییم سر میبرداره، اگر بی‌مسئولیتی احساس میکنه، حتی وحشیگری میکنه، از چوکات بیرون میشه، فکرش جمع نیست. یک شخصیت مقتدر با صلاحیت از او خانه گم شده، نیست در او خانه. کسی که اداره چی او خانه بوده نیست. اعضای خانواده سر به خود شده، هر کس کار خود میکنه. خصوصا اگر یک مادر مدبر و حکیم دیگه در خانه نباشه که جای خالی او پدره، فوری با یک ترتیب و با یک نظم حداقل یک ترمیم کنه که نمیتونه. از این خاطر مقام پدر، وجود پدر در خانه چقدر مهم است. مادرش نمیتونه او کار پدر بکنه. بچه ها، دخترها به پدرشان چنان سرخم میکنن که به مادرشان نمیکنن. به این خاطر این پسر حرکاتش دیگه منظم نیست، عیار شده نیست،
سر برداشته، هر کاری که دلش میشه میکنه. با مادر خود جنگ میکنه، برادر خوارایش کسایی که از خودش که خورتر هستن لطو کوب میکنه، فحش میگه، هر چیزی که دلش میشه. عالی رئیس است، رئیس بیبند و بار، رئیسی که از چوکات بیرون است. در او سن و سال زیر تربیه پدرش نبوده، خلا بوده در او خانه که پدری را یک زیر نظم میداده، راه و رسم برش نشان میداده که نبوده اما یک پدر. دیگه فکرش نارام است، توجهش بر هم خورده، در درس اگر در مکتب است مشکلات درسی داره، ناکام است، فراری است از خانه و از مدرسه و از مکتب. در زندگیش تا که راست نیافته، تا که دروغ کم نشه راست نمیگه. پس این یکی از عواقب خطرناکی است که خلای پدر در خانه سبب شده. دیگیش ای اولاد در درون خود گپای خود نگاه میکنه، نمیتونه برای هر کس بگوید. بی سرپرست است، یک دلسوز سرش نیست، یتیم وارث، تنها احساس میکنه خودشه، از مردم دور میشه، سر هر کس اعتماد نمیکنه، ترسو است، در زندگیش تصمیم درست گرفته نمیتونه. کی سبب شده؟ خلای پدرش. پدر نبوده در زندگیش. حالا اگر پدرها هستین شما در خانه، اگر اولادای شما به می سرنوشت دچار میشه، پس شما سبب شدین که در خانه حضور واقعی نداشتین. یک کالبد بودین، یک مأمور بودین، نان آوردین، آب آوردین، خوردین، رفتین. دیگه کدام اثری از شما در خانه نیست. توجه به اولادتون نداشتین، اولادتون دوست نداشتین. شاید سطحی احساساتی بوده ولی آگاهانه با فکر با تدبر نبوده. پس شما حال مقامتان احساس میکنین کجا هستین. برنامه رحمت. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز. میخواستم از برنامه زیبا و مقبول شما تشکری کنم. لطف میکنین، محبت میکنین. لطف نمودین شما. با متاسفانه شرایط کنونی دموکراسی و شرایط غرب موجودیت مقام پدر تا اندازه صدمه زیاد وارد کرده و خصوصا به بندگیا فامیلا و همچنان همی که دور شدن از دین خودش مقام حیثیت پدر زیاد صدمه داده و خصوصا اگر دو جانب به یک نظر نباشه، موافق دین و اسلام از دو جانب نباشه، او پدر که هیچ اهمیت نداره. اگر او مادر متدین نباشه، او پدر دیگه هیچ کاری کرده نمیتونه. السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر برادر عزیز، صحبت مهمی داشتین شما هم. واقعا که زندگی مشترک در خانواده همی تقاضا را داره که پدر و مادر همکار یکدیگر، خصوصا اگر اینا از دین با خبر باشن، که اولادها خوشبخت هستند. برنامه رحمت. السلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید خواهر، صدایتان نمیشنوم. صدا میشنوید؟ بله بله بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام. مستقیم که خدا بله مستقیم کامرای هستین. سلام علیکم حاجی صاحب، خوب هستین؟ صحتتان خوب است؟ الحمدلله خواهر عزیز، شما هم خوب هستین؟ علیکم السلام و رحمت الله. زنده باشید. من یک سوال داشتم حاجی صاحب. بله. امی پسرم میخواد که نکاح کنه.
امی وقت چون من شهری که او زندگی میکنم من نیستم، بله جای دیگه هستم. بله اونا میخواه که فامیل عروس میخواه که در اونجا نکاح شود و ما میخوایم که اینجا نکاح شود. نال من میتونم که یک نکاح با پیش فامیل عروس بکنم، یک نکاح دیگه بچه من خانه و جای خود بکنم. امکان داره در نکاح در وقت مای هفته مای رمضان یا در خود مای شعبان؟ بسیار خوب، من یادداشت کردم خواهر عزیز تیز شما را. بله بله تشکر. خواهش میکنم، لطف کردین. خداحافظ. برنامه رحمت. السلام علیکم. الو السلام علیکم. وصال حق من فضلك. الو وصال حق. وصال حق. نعم وصال حق، تفضل. من فضلك اكتبونا بالعربي في الاشرطه عندكم يا حمودي، احنا من الجزائر عربي ما نعرفش الفارسيه. الترجمه الفوريه في الشريط، يعني من المؤسف انه تحط بالباكستانيه والافغانيه والعربيه ما كانش غير موجوده. اوكي ان شاء الله. وصال حق عندنا برنامج عربي ايضا اخ، هذا برنامج فارسي. لكن نكتب في الشريط فقط، في الشريط بالترجمه الفوريه في الاسفل. نعم ان شاء الله. انا كتبت. بارك الله اخ. قول لهم والله المسؤولين كمان احنا بالجزائر نحبوا نتبعوا الحصص تاعكم الحوارات، ولكن الله غالب ما نعرفوش الفارسيه ولا نعم العربي نعرف، ولكن ما نعرف الفارسي والباكستاني والافغاني. كلنا اخوه ولكن ما نعرف. خير ان شاء الله. انا كتبت ان شاء الله استوديو مركزي ان شاء الله هو ان شاء الله يريد هكذا. جزاكم الله خيرا. ان شاء الله استودیوی مرکزی پیام برادر گرفته باشن، به مسئولین برسانن که آرزوی شنیدن برنامه های فارسی را و زیرنویس عربی هم میخواین. خداوند بیننده ها و شنونده های برنامه های توحیدی را بیشتر بسازه و مؤثریتشان پروردگار بیشتر بگردانه. واقعا مردم تشنه شنیدن مطالب از دین خود هستند. این خوشبختی مسلمان ها است که امروز یک دو سه صدای بعد از سالها خاموشی در گوش شنونده های ما میرسه. پروردگار کسایی که برنامه ها را طرح‌ریزی کردن در حسناتشان حساب بکنه، مثل صدقه جاریه برشان بگردانه و بعد دستن در کارها هم خداوند توفیق بده که خسته ناپذیر شب و روز این مسئولیت پیش ببره. خواهر عزیز که شما خواستین 2 تا نکاح شوه، اول ضرورتش نیست مادرک ما که شما بگوین در اینجا نکاح شوه، اونا بگوین در اونجا نکاح شوه. بالاخره نکاح یک عقد و پیمان هست که بین زن و شوهر در حضور شاهدا و کسی که عقد میکنه اینا صورت بگیره. رضایت شما اگر هست در این کار، شما میتونین همین رضایتانه بر از اونا بفهمانین پدر و مادر راضی هستن در این کار، بگذارین در یک جای مصرف هم 2 بار میشه. در این وقت که شما اگر که ما عوض شما باشم مصرف را که شما در 2 جای میخواید بکنین، اونایی که میگن ما در اونجا میکنیم بگذارین اونا اونجا بکنن، شما هم خوشحال باشین که انشاءالله عقد صورت بگیره، رضایتان نشان بتین. این پول را که شما در اینجا مصرف میکنین، ایره شما به خاطر مستحکم شدن این عقد این پولش به فقیر و فقرا بتین. دعای از اونا را شما انشاءالله کمایی میکنین. خداوند با این کارتان این ازدواج انشاءالله تا که زنده هستن برقرار داشته باشه، بینشان محبت ایجاد کنه الله، و این شما یک صدقه کنین برشان، این بهتر خواهد بود. 2 تا مصرف نکنین خواهر عزیز. برنامه رحمت. السلام علیکم. برنامه رحمت. السلام علیکم. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. تشکر از برنامه خوبتون. خواهش میکنم برادر عزیز. شما از کجا گپ میزنین؟ من از
شهر فریبورگ گپ میزنم. بفرمایید. سوال من است جناب محترم مستشار که ما به می مسجد ترکا اشتراک میکنیم. بله. می تسبیحات به حساب بعد از نماز، می تسبیحات به صورت جهریه به حساب تسبیح میگیم. بله. و یکی از برادران به حساب الجزایری ما اینجا اینا ما را تسبیح میکنن که یک کار بدعت است شما این را انجام میده و اعتراض میکنن. بله. که وقتی که شما این فعل انجام میدیم شما گناهکار میشین. دیگه من خواستم که راجع به این موضوع اگر بسیار خوب بیاندازیم. و سوال دوم این است کمی رفع الیدین، مثلا بعد از تکبیر تحریمه وقتی که به رکوع میریم یا به سجود میریم، بله. این رفع الیدین این باید انجام بشه یا نه؟ چون که ما معمولا به حساب در افغانستان پیروان به حساب ابو حنیفه رحمت الله علیه یعنی حنیفی هستیم به حساب در حساب فقهی. بله. دستا را باید به اذنه یعنی به گوشا رسیده بشه، ولی این اکثرتا برادرای عرب با اینا به حساب با جمعه اشتراک میکنیم، اینا اعتراض میکنن میگن صلو کما رأیت سلمونی. یک حدیث است از پیغمبر علیه السلام. فعلا به یادم فعلا نیالدی امو از عبارت امو حدیث میگن پیغمبر خدا علیه السلام گفته شما نماز بخونید طوری که یعنی مشاهده میکنید یا به شکل من. بله. دیگه یعنی مجتهدین به حساب ابو حنیفه یا شافعی یا مالکی یا حنبلی امو 4 مذهب دیگه باید تابعی همین شکل اصلی که نماز خونده میشه باید تابعی از او باشن. دیگه بروی همین موضوع به حساب ما هم همیته به حساب دو دیله شدیم که آیا حال رفع الیدین بکنیم نکنیم هم که صحیح هست نماز، ولی چری همین شکلی که مثلا حضرت پیغمبر علیه السلام که نماز مثلا بخوندن چرا به مو شکل هست ما نخونیم؟ بسیار خوب. ما یادداشت کردم برادر عزیز چیز شما. دیگه هم چیزی گفتنی دارین؟ نه سلامت باشیم. مهربانی کردن. خواهش میکنم. مهربانی کردن. خدا حافظ شما. برنامه رحمت. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. سلام، درود رحمت خدا بر شما استاد گرامی. علیکم السلام خواهر عزیز، بفرمایید. صدای شما رو میشنوم، بفرمایید. بر تمام بینندگان در سر تا سر جهان، حال از زحمت کشی شما و شبکه‌های توحیدی خصوصا مثال حق کار 50 ساله انشالله که دروغگویی نشم، دفعگویی نکنم، انشالله که انجام دادن، مردم رو روشن کردن. اما زیاد مردم ما چرا نمیدونم به دشمنی که علما میپردازند، چرا گپای علما سرشون بد میخوره. اگر علما نمی 100 سال اگه تلویزیون ها می بودن انشالله که اما از او برخوردار می شدن، یاد می گرفتیم، می آموختیم، جنجالات در فامیلای ما نمی بود، پرگناه نمی شدیم. همین مسئله نکاح چقدر ضرور است وقتی که اجابت قبول میشه نکاح صورت بگیره و عروسی بدن. اما مردم ما از نکاح بسیار بعدشان میگن چرا ما نکاح کنیم؟ نکاح نمی کنیم، باز به خاطر کار رسید نمی کنن. حالا چرا ما تعقد کنیم که باز محبت میکنیم، دوستی میکنیم، چرا نکنیم؟ و دیگر همین فامیلایی که مثلا دختر و بچه زود جدا میشن، این مادرها و مادرهای از دو طرفه خبر نمیشن، اما بین فامیلا بسیار جدایی مفته. در این باره شما صحبت کنین که چرا همین فامیلا وقتی که میفهمن که نه همین مادر عروس خبر یعنی مداخله کرده یا مادر داماد مداخله کرده، چرا اونا در اسلام خود 3 روز جنگی است. بعد از 3 روز میگه برادر مسلمان و برادر خب اگر جنگی باشه یا آشتی نکنه اصلا از دایره اسلام خارج میشه. اینا چرا چیز میشن؟ همین هم صحبت کنین. بسیار از پروگرام های زیبای شما، از پروگرام های آموزنده علمی و مسلمانی و توحیدی شما و شبکه وصال حق و شبکه های توحیدی برند سرافراز باشین. دشمنان انشالله که نابود میشن، دین حق پیروز است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسیار تشکر خواهر عزیز، خداوند شما را عمر دراز بده. از صحبت های شما هم انشالله استفاده میکنیم. برادر عزیز ما، برنامه رحمت. السلام علیکم. سلام علیکم. بلندتر صحبت کنین.
صدای شما نمیآید. دوباره زنگ بزنین لطف کنین. گرچه در موضوع مسائل فقهی برادرها و خواهرها سوال کردن، کاش که در اون برنامه‌های اصلی که روزهای دوشنبه هست صحبت میکردن. مختصرا ما بر برادر عزیزم از فرایبورگ گفتن در مساجد ترک ها اذکار بعد از نماز را جهریه میکنن. یک استدلال کنه دارن، میگن ما بر تعلیمی کار میکنیم. برنامه رحمت. السلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من داشتم یک کمک معلومات به خاطر که ما مردم نماز جمعه که داخل میشیم بین خطبه و نماز جمعه و حرف زدن و سجده کردن یا وقتی که داخل میشن تمام احکام روز جمعه را اگر تشریح بتیم خوش میشم. در که یگان سرسفیدای ما داخل میشن اما احکام مسجد مراعات نمیکنن، وقتی که آدم میگم قبول نمیکنن. دیگه میخوایم که از زبان شما مشرح در ما توصیح. خدا شما را خیر بده خواهر عزیز، لطف کردین، مهربانی کردین. خدا حافظ. سلام علیکم. من انشاءالله یک برنامه جدا و مستقل میگیرم که همین مطالب خصوصا نماز زیاد خواهرها و برادرها پرسان میکنن، تلفنی هم از دفترم پرسان میکنن. انشاءالله یک برنامه خاص را در رابطه نماز و یا نمازها انشاءالله سر دست میگیریم. گرچه در اکثر برنامه های دینی همین مطالب ذکر میشه، طبعا که همه عزیزا مثل که در وقتهای مختلف هستن استفاده درست البته نمیشه. باز هم ضرورت میره که از این برنامه ما از برنامه رحمت هم استفاده بکنیم انشاءالله. در مورد برادرای ترکی که شما گفتین، اونا همیره خودشان قانع هستن که از کار به شکلی که اینا بلند میگن نیست، ولیکن برای تعلیم که مردم یاد بگیرن که بعد از نماز کدام از ذکرها گفته میشه، چی رقم گفته میشه، اینا همیره استدلال میکنن. ولیکن مسئله رفع یدین و یا غیر و یا کردن یا نکردن رفع یدین ای در مذاهب اجتهادی هست. بعضی از بزرگا از یک صحابه تقلید میکنن. روایت را که یک صحابه میگه من پیغمبر خداوند صلی الله علیه وسلم دیدم که این رقم نماز میخوان که یک بار در ابتدای نماز رفع یدین کردن، دیگر نکردن. صحابی دیگه میگه که نه من دیدم که 2-3 بار کردن. بنابراین این چیزایی نیست که ما شما سرش حال بحث کنیم و این بحث جدید باشه و ما بخوایم که همگی ما یک رقم نماز بخوانیم. برنامه رحمت. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جناب محترم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید خواهر عزیز، از کابل گپ میزنین؟ دی وقت شب شما بیدار هستید. سبحان الله. جزاکم الله خیرا. جزاکم الله خیرا. به برنامه بسیار مفیدتان خدا شما را خیر بده. خداوند شما را خیر این دنیا و دنیا را بده. خداوند شما را سر ما کم نکنه. زنده باشین، سلامت باشین. بسیار موضوع مهم شما یادآور شدین و ما میخواستم یک 2 نقطه را اگر اجازهتون باشه. بفرمایید. وقت ما 2 دقیقه وقت ما مانده، شما صحبت کنید. جزاکم الله خیرا. و اما سخنتون شنیدم خیلی ببینیم بسیار زیاد و راجع به می تربیه فرزندان ما گفتم یک 2 نقطه اشاره کنم که امروز خو همونطور که پدرها مصروف هستند در کار جون، همچنان مادرها در خانه مسئولیت زیاد دارن و او را بجا میارن. اما یک بهانه نباشه که ما بگوییم که به اولادای ما نمیتونیم رسیدگی کنیم. پس همونطور که مادر همچنان به مسئولیت پیش رسیدگی میکنه و پالیش اولادایش تربیه میکنه، همینطور باید پدرم بیرون کار میکنه، خانم که آمد باید البته همون مسئولیتی که خداوند برش داده که اولادش باید تربیه درست کنه و ما سند و دلایل زیاد داریم در دین مبین ما
حديث شريف كلكم راع ومسؤول عن رعيته ودرجة ما والرجل في أهله راع. يعني همین مردم در اهلش باید مسئول است و مسئولیت استقلال را او را پسان میکنه از این مسئولیت که برش داشته. دو نقطه میخواستم بگم که به پدرها انشاءالله که به یک توجه کنن، بسیار خوب میشه از این تفلی، از این خوردی اولادایشان، فرزندانشان، یکی که امی به اولادشان وقت بدن که امرایشان اگر روزانه نمیشه، اگر در هفته 2 روز نمیشه، از یخل امو روزه که اینا کار نمیرن بشنن امرای اولادایشان 1 ساعت 1.5 ساعت راجبه دینشان، راجبه امی خدا و رسول امرایشان گپ بزنن و اینا از موضوعات اسلامی آگاه دادن اولادایشان و این بسیار تاثیرگذاره برای اولادا. و دومی که در نمازهای جماعت اینا اهتمام کنن، این بسیار یک یعنی تاثیر بسیار خوب داره برای اولادا که پدر خانه بیای و امرای اولادا و فامیلش در جماعت نماز بخونه. امروز ما می‌فهمیم که مسجد رفتن سخت است، پدرها مسجد دور می باشه یا موقع نمیشه که بودن، اما در خانه باید امرای اولادایشان و فامیلشان نماز جماعت بخونن، چون این خودش یک ارتباط درست و سلیمه در بین یک خانواده میسازه که اینا یک جا نماز جماعت را بخونن، بعدا بشنن یک کلمه صحبت کنن و انشاءالله تعالی خداوند توفیق بداد پدرها را همچنان مادرها را که این مسئولیتی که خداوند برشان داده درست انجام بدن. جزاکم الله خیرا. بسیار تشکر خواهر عزیز از این صحبتتان. انشالله برنامه دیگر منتظر صحبت‌های بیشتر شما هستم. برنامه به می دقایق به پایان رسید. از توجه همه عزیزا تشکر میکنم. خداوند یار و مددگار شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أوحى به الله وحيا ففاض نورا وأحيا به الموات فكان الدنيا المراتل عليا، دنيا المراتل عليا، وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا، ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا، فكان الدنيا المراتل عليا، دنيا المراتل عليا، وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا، ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا، بالدمع تتلوه عيني والقلب بات نديا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. و از قرآن آنچه را که شفا و رحمتی برای مؤمنان است نازل می کنیم، ولی بر ستمگران چیزی جز زیان نمی افزاید.